سلام، من با پیکسلیکس هستم و این اولین ویدیوی کانال منه. اگر از ویدیو خوشتون اومد بچه‌ها لایک کنید و سابسکرایب. اگر هم نظری داشتید داخل کامنت ها میتونید بنویسید. ویدیو اولم راجع به چیه حالا براتون سوال شده باشه. ویدیو بچه‌ها میخوام یه دست بریم بتل رویال فورتنایت رو بازی کنیم، بعدش بتون بتل پس این سیزن رو نشون بدم. مرسی که هستید، بریم سراغ ویدیو. خب، رفتیم تو مچ. او دو نفره رفتم، یکی یارم دارم مثل اینکه. بچه‌ها یه اشتباه سنگین کردم. رنگ کندم. من از اطلاع بهتون بگم که من هیچی بارم نی فورتنایت. زیاد بازی کردم ولی هیچی بارم نیست. خلاص بدونید مسخره نشم. چه میخوام چیزه شاید خاکستری تاثیر نداره ولی تلاشم میکنم. این کلت خوبه، خدایی باش حال میکنم. چند دستی رفتم چیز کنم. اوه از این بچه من اینا میگن قلوپی، اینا که دستم. حالا چرا من اسم جالبه خنده. چقدر چست هست. نشید میخوام. وا این رایفل هست خیلی بده آجی. چست چست تا مدکیت میزن. بارگاه بسن شیلی تا الان ندیدم. اوه 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 صدا پادم باید بجایی. یارم رو زد. کیلم رو خورد. گانم خورد. چیه نگاه میکنی؟ بیا داش نزنی من اینجا. اچس مینی شیلد من میخوام. یه بچه این اسکیتا خدا نگاش کنید چی عالی هن واسه رام دادن. بذار از این اون صدا تیره یارم قویه بچه میزنش. او پوشن خب اسمش ویکس دیمیکس دلیکس بهتون گفتم باز میذارید اینو گفتم دیدید. گل بودی بهترم شادگان شده. اوه خوبه شادگانش حداقل میزنه. چه گانایی داشت خدا. شیلم پرید. چه یارو تمیز بود خود. فکرم دوربین خاموش شده. بیکیل نیست بیکیل آین. دو نفره اومدم رنگ یارم ایرادی ازش نمیدم ولی خب نمیشه اعتماد کرد این یارو. میشستی هست ولی نمیتونم پیداش کنم. نمیدونم چرا اینجاست. سلام گفتم چرا اینا هم برای خوب. دیگه فولیم دیگه یارم دور از چه یارم میاد نمیشه اصلا سبز نشه گیده میدون لازم چست خیلی چیز خوبی. نه چست نبود مثل اینکه زنی شد. اوه داشون بیلدره. من جمع کنیم یکی بگیم ما هم بلده
بلد نیستم بده کنی داشت رو من این میگیری منم بیا من این میگیرم فکر گنگی چند کیلا هم مساویه بد من جا کنیم نه دیگه چیت نزن 42 نفر هنوز موندن من هم یه شد زن دیگه یار نریم رفتی اونجا اوکی احمد ویکس اسمشو خوندم احمد ویکس این پایین چیزا خوبی فکر کنم داشته باشه رنگ هم از اون موجودا نیست کلید میخوام کلید اینجا من اگه خورده باشه نشه واقعا که حداقل اینو بازش میکنه اینجا چیست اینجا چیزی نیست چی دارم نمید یه کاری شده صرفه نیاد واقعا نگاه عجب یاریه میخواست به کفشمو بدوزه مجبور شدم شیلدمو حروم کنم واقعا دمت گرم نه بچه خوبیه واقعا بچه خوبیه کارش قشنگه اوه تیر زدم بچه نه چی باش درست گفتم کیلمو خوب اش طلا چی میخوای بگی اوه 1500 تا نه اوکی هم مدکیت هم نیازی نیست ماشاءالله 31 نفر من آخه واقعا ویکتوری کنم خوشحال میشم اولین ویدیو ویکتوری فورتنایت عجب آدمیه خب وایسه من میام پروازم من پرواز نیست بچه میگم سوپری یعنی سوپرمن دیگه سوپر چقدر بالا میگم چقدر بالا بسید اوه اینجا نمیه بذار بریم ادوشتشو امونتشو کنیم خیلی بد بازی بالا میزن خدا بشه یکیشون اگه هنوزن که همه دارم این از خواهد برداشت بات بود بکنم بات نمیدونم تو رنگ بات میگه یا نه ولی چیزش نیست اوه یارش هم داره میگه یارش بید خود دنبالم دارم به جایی تمیز ناکن یارم میتونه جمع کنه قویه یارم بیل اوه ادیت هم میکنه خوبه میتونه جمع کنه اگه درست بازی کنه میتونه جمع عادت ندارم به دوری بچه نگاه کنم این باید نگاه میکنم ببخشید دیگه
یارم فقط بچه ها بیل بزنید، یعنی فقط بیل بزنید. بعد من بروک خورد. من چه خوبی بود. کاپتن رفتی من دارم یه دفعه اومدیم بود. خب نمیتونه بچه بریم چیز رو بهتون نشون بدم. بتل پس. خب اینا هم بتل پس بچه ببین اینا این اسکینه. حالا تو پارت بعدی توضیح میدم، زیاد ویدیو طولانی چون حوصلتون سر میره. این اسکینو داره. حالا این اسکین هم اسمشون دی گاردین، دی وید بلید فکر کنم کلاسه. چه سیسی داره چه باید. اینا رو گرفتم بچه من چیزشون نگرم، پلی باشون ندارم بعضیشون. اینم هست. این گرگه از ولفی و این خانوم گفتن یه ذره رو اسکنش چیز می‌کنه. اینم بریم اسکین آخرشو بگیرم. اینه دوستش اینه. اسکین اصلیش کلاسیکش رو کنم اینه. آره اینه. اینم نسخه دومش که الان بگیریمش. و اسکین بهترین اسکینی که داره از نظر من اسکین جامپی کشه. نگاش کنید. الان بیاد خیلی اسکین خوبیه. اگر فکر کنم داره، اگه بشه حالت انیمیشنی درش آورد اون موقع هم جالب میشه. اینم پوست دومشه. یه سگ هم داره. به سگ این سگش دارم خودش یه چی کوست و بتل پس داره. اگه انجامش بدید توی خونه یه بعد قفس آزادش کنید با پتش کنید، اون موقع میتونید رایگان بگیرینش. همین بود دیگه، این کل بتل پس. خلاص بچه ها این بود از ویدیوی من. مرسی که تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.